در معرفی بکنن که من که نیستم. البته من کوچکتر از آیم که شما تفاوت با وضع فعلی هست. اما یه ناظر ما را هست در دوران دبیرستان که اجازه من مگرم عرض کنم خدمت شما که من تحصیلاتم به صلاح از روستان من کلاس اول دبستان هستد که شخصیت به نام اما معلم کسر درس هندسه منی تنبیه بدنی تنبیه دستی کنست بونگیج والله پاک نامه منم مروچ یاته که خدمتی استاد روانشاد که وقت معرفی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر کنم از شما به دلیل که وقتش اشتاب برات زحمت داده که یه موضوعی که مورد نیاز جامعه ما هست دنبال کنید مثل خیلی از افراد دیگه. از این بابت خوشحالم. در هر صورت ممنون سپاسگزارم از زحمتی شما کشید. شما اول عنوان کو که من وقت معرفی بکنم درسته. من همیشه وقت به عنوان دهواری معرفی کنم نه به عنوان روانشاد. درسته. شروع کار من از این که از دوران ابتدا به اصطلاح مطرح بکنم که وقت در معرفی بکنم که من که نیستم. البته من کوچکتر از آیم که شما لطف کرده و من وقت معرفی بکنم به عنوان کسی که مورد بررسی و مورد سنجش دیگران واقع بمونم. یک معلم ساده معمولی مثل جناب علی مثل خیلی از افراد دیگه شاید خیلی ضرورت نداره که من معرفی بکنم. خیلی افراد دیگه هستین که آیا معرفی بدن که در عنوان الگو در جامعه و در اجتماع مطرح بند. در اصل حالا چون شما فرمایش کو من عرض کنم خدمت شما که من تحصیلاتم به اصطلاح از روستای محمدی شروع بوده و تو متولد روستای دهکم، ولی تحصیلاتم از اول ابتدایی تا انتها در روستای محمدی بوده. دلیل همشه این که به قول ماشوا بلوشان من یک آدم دو شهریه، یعنی هم مال روستای دهک هم مال شهر محمدی. به دلیل خب خانواده هم دیگه هم موقع به همه شکل بوده که مال یک قسمت خود مال یک قسمت. در اصلا چی که مهمش این که اولین معلم دبستان من کلاس اول دبستان هستد که شخصیت به نام حتما الان مرحوم بود من مطمئنم چون بعد از من یک سری گیشتر ندید به نام آقای خالدی معلم کلاس اول دبستان من و هر وقت من هر کجایی که فرصتی بود تا گپی بزنم اول از این معلماتون یاد کنم و آنچه که بعدا من به عنوان یک معلم یاد گرفته و تدریسون کرده آغاز و ابتدایی از آقای مرحوم خالدی که یک شخص بیژندیت دو سه ماهی البته با ما تدریس یعنی کار کو بیشتری کار نکو. بعد معلم بعدی ما دو سه معلم هستن که شان هم اکثر بیژندیته در کلاس های اول دوم سوم چهارم پنجم. منتها آنچه که معلمان به اصطلاح بومی منطقه تیم بیشتر مرحوم حاجی یحیی دهواری معلم ما در کلاس چهارم دبستان، مرحوم هاشم دهواری در کلاس دوم دبستان، مرحوم میرمراد زئی و آخرین معلم ما در دوره دبستان مرحوم بهرانی. اجازه بدید من به خاطر که یادی از هم معلم کلاس اولم بکنم که یادم کو هم معلم کلاس ششم ابتدایی که مرحوم امان الله بهرانیت چند سال پیش به رحمت خدا رفت. این دوی معلمان بیشتر که ذهن ما هستن چون بیشتر من فکر کنم که مدت زمان بیشتری ما گونش درس و امتحان و مطالعه گفتم و یادش من گرامی دارم. دوران دبیرستان ما هم در جند سراوان تحصیل کو. باز آنچه که برای من خیلی مهمه در دوران دبیرستان که باید یاد بکنم دوست خاطره اجازه من یاد بکنم. اولشی که ما از شهر محمدی فعلی که اما روستای محمدیت به صورت کاروانی یحت مدرسه، یعنی 20 نفر 30 نفر از دشتوک از آسپیش از زیارت از محمدی ده
با هم بشد کاروانی سر صبح حرکت کو با دوچرخه یک ایده یه دم پیاده یعنی یه ایده دوچرخه هستد یه ایده دوچرخه نیستد یهتیم به دبیرستان در دبیرستان آن موقع یکی دو تا خاطره من اجازه تعریف بکنم دو تا خاطره مهم تعریف کنم که از نظر تعلیم و تربیت چه تفاوتی با وضع فعلی هست اما یه ناظم ما را هستد در دوران دبیرستان که اجازه من نام نگیرم چون جایی یاره نگیرم شاید درست نه ناظم فقط کاری ایشیت که دانش آموزانی که دیر رسیدن و مدرسه باید تنبیه بوتینه تنبیه هم شلاق روی کف دست بعد رفتن وارد کلاس حالا شما در نظر که ما یک جوان یک کسی که وارد دبیرستان بوده در دبیرستان داریم تحصیل کنیم منتها پیریتیم بارندگی خیلی زیاده راه نه به صورت دوچرخه که ما را هست اکثرا دوچرخه که هر رو یا پنچری بودن یا خراب بودن یا چیزای نه حتی ما به طور کلی چه کسای دوچرخه هست موتور و ماشین خیلی کم یه روز ما یادم و من بر اساس عادت هر رو رفتم پایین هم ناظم مدرسه دستان جلو گرفت که آقا من دیر رفتم ناظم مدرسه چهارتی من شکر چرا به قول وطن چرا دستات جلو گرفتی آقا دیگه قرار این که هر کسی دیره باید تنبیه ببی بعد برو کلاس از آروچه من درس دا به معاون از آروچه معاون چوب پروش دور دا بشی من دیگه از این تاریخ و بعد هیچ یک از شما که دیری های تنبیهش نکنم خب شاید یه خاطره خیلی جالب نبید ولی گاهی دانش آموزان معلمان غیر مستقیم یاد دین که تربیت یعنی چه تنبیه یعنی چه آموزش یعنی چه همیشه معلم دانش آموز آموزش ندارم گاهی دانش آموزان هم معلمان آموزش دارم یک خاطره خیلی جالبیه خاطره دوم هم اجازه بده تعریف کنم این خاطرات به نظر من مهمتر از آنچه که من کیان چی و کرتا فلان این خاطرات دیگران بعد استفاده کنم در سال دوم دبیرستان ما رشته طبیعی ما موقع درس خوند که دیگه قیلا میشه تجربی موقع طبیعی ما در رشته طبیعی سال دوم سال هشتم مثل دبیرستان درس خوند یه روز یک معلم هست حالا شین نام گران چون در نه مرحوم بود تا خارج از شدن آقای قلعه کاهی شهرستانیه؟ شهرستانیه مال روستای قلعه کاهی بیرجند یه روستای به همه اسم الان هم هست من درسی جز کنم درس هندسه هم هست دقیقا یادم میاد من رفتم پاتابلو و مسئله هندسه هم حل کنم من مسئله هندسه حل کنم توشی برو بشی آرام داشتم بعد یه دفعه یادیه تکلیفات بیار به این قسمت توجه کن تکلیفات بیار من هیچ تکلیف گونه معلم دانش آموز طبیعی هم نفهم منتها خیلی ضعیف هم نفهم یعنی مسئله من حل کنم چه نیاز یک حتما باید تکلیف انجام بدم من تکلیف ننوشته روی کاغذ بعد پیش بیا اینجا یا خلاصه جای شما برمان معلم خالی روی دست چپ و راست با شلاقی که دست یا جتی رو دستانم من خیلی ناراضی روش من ریاضی من بلدم که پای تابلو من شی حل کرده آیا حتما باید تکلیف رو هم بدی چی گوشم به معلمانه که در حال حاضر دارن صدای من اشکالن احتمالا که اگه دانش آموز چیزی بلده دیگه نیازی به دادن تکلیف نیست تکلیف یعنی چیزی که مکلفه وظیفه و تکلیف ده بخواد شما یاد بگیرم وقتی من یاد گرفتم و روی تابلو دارن راحت توضیح دادم برای کلاس نیاز به تکلیف ولی خب در صورت آن موقع دیگه شم باب نته گذشت خلاصه ما فارغ التحصیل بودیم رفتیم معلم بودیم بعد از مدت ها من در مشهد یکی از خیابان مشهد راه رفتم دیدم که طرف خیابان یه آقای داری راه رو اصابه دست زنبیل علاقه سبدی بشه نگه سبد ماشا اشته سبد به فارسی زنبیل حتما رفت یه جای خرید بکنم من چاره که دقیقا همه معلمه که سر درس هندسه منی تنبیه بدنی تنبیه دستی کنست تصمیم گرفت برن حال حوال بکنم بعد یه دفعه خاطرات کلاس از ذهنیت تنبیه بدنی تا ذهنیت نه اما معلم ریاضی خیلی خطرناک یه مقدار مکسون کن بعد گوش نده پیرمرد در اصل من هم حالا سنم بالا هم پیرمرد الان دیگه خاطر رفتم پشت سری
ولی جرأتون نکو که حال احوال بکنن. پشت گاهی رفتن جلو سلام میکنن، گاهی برگشتن. یعنی همه تنبیه های بدنی بشه چی که روی حافظه من، روی ذهن من اثرش داد که من جرأت نکنم بعد چند سال دانشگاه پیرمرده بعد یه دفعه یه چیز به ذهن میاد که برام وقت معرفی میکنم منتها با شوخی شروع بکنم، جدی مبنگونی. از پشت سر صدا میگفت آقای قلعه‌کاهی برگشت. تا برگشت مطمئن بودم همایی دیگه پیرمرد بنده خدا. رفتم من گفت که اساتید بده به من چون بالا کو تا چمان بالا کو بیاد همه کتکان کرد. چهار اصلا من داری من گفت میخوام تلافی کنم به مشهد. اما ابهاتی هست دنگه؟ همه پیرمرد ولی خب برای من ابهت انگل هست. یک احترام اون هیچ بخواست که معلم من بوده. دو تنبیه ها و کتکان هم یادم یه در اساس هر دو که ضد مریضه. بعد شرطی بشه که حتما دانش آموز من بودی اینجور جرأت میکنی به من اینجوری بگی. من پیرمردی هم دیگه حالا من گفت نه شوخی ندارم میخوام تلافی اون کتکا رو بکنم دست رو بگیر بالا. خلاصه سایدا من دستانی هم گه بالا. بعد دیگه من به نظر شما عکس العملون چیه؟ من عشق و شروع کو به ریختن و خلاصه دستان میگه تو بوسه اونجا دستان یا صورت یا فلان. پیش من میدونستم تو این کار نمی کنی ولی میخواستی به من بگی که دانش آموزم بدی. بعد اولین فامیلی که یاد بشه حتما فامیل دیواریه. من گوهم خلاصه این مقدار با هم همراه بوده رفتیم. حالا منظورشه که این دو خاطره اون تعریف کو که علاقمندن که خاطره بهتر از این که من کنم. درسته. خلاصه بگذارم به دنباله سوال شما. ما تحصیلات تا پنجم دبیرستان در رشته تجربی به سراوان به صلاح ادامه داد. اما در سراوان فقط رشته انسانی و طبیعی هست، رشته دیگه اصلا نه. یه دبیرستان هم بیشتر نه، اونم دبیرستان فروغی ادامه دادم. حالا فروغی نزنم کجا فروغی هست. بعد در همه موقع اعلام شد که آقا مرکز بهداری شو آوردی دیگه، مرکز بهداری استخدام میکنم به عنوان کمک پذیرش کم چیزی اگه اصطلاحی هست. کار ایشیه که ما مثلا در رفتن در روستایان به جای پزشکان قرار از ما کار بکنیم. حالا پزشک نهیتیم ولی همچین اصطلاحی هست داوردی یعنی پزشکیارش گوشتیم. خلاص ما 2 نفر امتحان داد، ما 2 نفر در سراوان قبول بودیم. 2 نفر قبول بودیم رفت زاهدان. من برای اولین بار مثلا زاهدان رفتم. اما جاده سراوان زاهدان اصلا سوران پسکو هست. شب هاش منطقه بعد رفت زاهدان. ما رفت معرفی کرد و برای صورت لباسش داد و امکانات و یک روشن رفت کلاس و همه شب البته من هیچ آموزشی هم ندیستم ولی احتمالا حالا نیرویش کم ند یا پایسش ما آموزش بگنده یا درگیری در زاهدان بودد یا مریضی جا اورتد رودیانی از شکن بیرون نشد. حالا ما قرار مثلا در آموزش بگنده دوره بگنده بعد پزشکیار بریم در روستا مثلا کار بکنیم. من تو تا صبح بالا سر این واسه. حالا من با آسین کم وحشتون کرده برای من پیش نیفتد مثلا میگن رودن یا کسی از شکن جتاین داره بعد منم تا صبح قرار نگهبان نیدم حالا برای میری زندگی بیر دکتر پزشک من تصمیم متگرد من قرار 30 سال بیان روده بگندم زخم بگندم. من نفهم چی شده. روز بعد رفتم انصراف خوندم. یادتون شروع که بوانته بلا 1 ماه بعد اعلامش که به شانه که سال آخره دبیرستانه خانم برند تعریف معلم دانشسرا بود. من گوش ما که بهداشتی نه رفته حضر برای معلم بده. یاد از ما امتحان داد حالا برات مرحوم آقای سالزی هم چون هم به نشتم یادی بکنم از مرحوم یکی از بهترین دوستان زمان قدیم ما هستند و هر وقت ما آقای سالزی گنده پشت میز نشتا دوار حتما به آلبوم سری جنان و یاد خاطری که خدا بیامرزی ما با هم قبول میکنیم رفتیم دانشسرای خاش.
در سر کارش اتمام رسید. بعد از که اتمام رسید دیگه مارش ابلاغ ده به عنوان معلم. اولین جای هم که منش ابلاغ ده جال ده و برای کوپک جال همه که به شهرگی بشن. درسته. ما رفتیم اونو ما 2-3 روز یا حالا یادم دقیقا 2-3 هفته 2-3 روز یه مدت زمان کوتاه یه دفعه برمر اعلام که باید بره سربازی. برای اولین بار در آن موقع هر کسی که تربیت معلم درس خوند دیگه از سربازی معافن. ما اولین گروه تیم که اعزامش کردیم به سربازی. سربازی رفتیم و درستاد همشان که سرباز معلم دیگه موقع سپاه دانش گوشتن. درسته. رفتیم به استان خراسان شهرستان گناوات دوره این درسال دوره 2 ساله تمام شد. برگشتی رفتیم دوباره سرکار. خب من تصمیم گرفتم که دانشگاه برم دیگه در این صورت. آن موقع این مدرک دانشسرا به عنوان مدرک اجازه ورود به دانشگاه نه. یعنی حتما باید برفتیم یه دیپلومی مجدد بگیرتیم. البته مدرک دیپلم هست ولی با آن دیپلم حق ادامه تحصیل ما رو نداد. من مجدد رفتم هم رشته طبیعی در شهریور ماه فقط. در شهریور ماه شرکت که و در شهریور ماه هم قبول بودم و پشت سری هم دانشگاه قبول بودم. دانشگاه هم رفتم تهران. اصلا خدمت شما که 1-2 ترم وند. 1-2 ترم که وند انقلاب بود. انقلاب که بود دیگه دانشگاه تعطیل بود. 3-4 سال دانشگاه تعطیل بود. ما هم دوباره برگشتیم سر خدمت اولی بدیم. من که آرزو هست که دانشگاه برم. خب با انقلاب فرهنگی بود و دانشگاه 3-4 سال تعطیل بود. ما برگشتیم دوباره سر کار و تو بعد دیدم که دانشگاه که نرفتم. حداقل شروع کردم به یه جورایی مستقیم غیر مستقیم کار بازاری رو انجام داد. نه کار من نه. یعنی اصلا چیه من نه. من میتونم اقتصادی کار بکنم. به عنوان کسی که دوره زبان انگلیسی مثل هشت تابستانش دیم دادن که برند ضمن خدمت تحصیل بکنه و مدرک فوق دیپلمش دادن. من شرکت رو قبولم بودم مثل فوق دیپلم زبان انگلیسی و به عنوان معلم زبان انگلیسی بعد از که دانشگاه بودم رفتم به مهرستان فعلی و بعدم 1 سال من تمام دوباره برگشتم به محمدی. حالا من در صورت در روستا تو بودم فرهنگ روستا و مدیون هم در صورت دوران ابتدایی من در روستا تحصیل کردم. این موقع محمدی دبیرستان هست به عنوان معلم زبان انگلیسی در دبیرستان شروع به ادامه تحصیل دادن و بعدم البته از اونشون یادم را بوشنی که در این مدت مجدد انقلاب فرهنگی تمام بود. ما رفتیم دوباره ادامه تحصیل به تهران و رشته به اصطلاح آموزش پرورش یا علوم تربیتی و علوم تربیتی ادامه تحصیل نداد. دوباره برگشتیم و کار معلمین شروع کرد دیگه. این موقع من چون جزء اولین کسانی که در سراوان به اصطلاح مدرک لیسانس گرفتم. خیلی کم در سراوان هست دیگه به عنوان به اصطلاح مدرک لیسانس ولی اکثرا غیر سراوانی تن یا بیجندی تن یا مال زابل تن یا مال خاش تن ولی مدرک لیسانس سراوان خیلی کم هم هست. یعنی جزء اولین نفران که درس به عنوان یک سراوانی لیسانس گرفتم. در همین زمان تربیت معلم افتتاح بود و ما شروع به تدریس در تربیت معلم. خوشبختانه شاید بالای 1000 نفر از معلمانی که در سراوان، خاشن، زاهدان، زابل یه جورایی من در تربیت معلم در خدمتش بودم. خیلی برای من افتخار بزرگی، خیلی خوشحالم میشید. خب دیگه همزمان ادامه این داد. هم دبیرستان یه مدتی هم تربیت معلم گشتم کار کنم دبیرستان تدریس کنم. که دانشگاه آزاد سراوان به اصطلاح پذیرفت و سال 83 دیگه تا مروشی که در خدمت شما هستم به عنوان
معلم دانشگاه در خدمت دانشجویان هستیم. شاید 3-4 هزار نفر تنی ویدی در دانشگاه ما در خدمتش بودیم. باشکن بزرگترین خوشحالی ما همچین که چندین سال معلمی کرده و انگت و یک معلم جز و کوچیک زن. باشکن در طول این دوره البته من غیر از چه که کار معلمی رو انجام ده، به دنبال کارهای به اصطلاح حالا نه علمی به معنی کلی و جزئی، ولی در چندین سال حدود 10-12 سال این که اگر من با رادیو همکاری هست، با زبان بلوچی رادیو همکاری هست. هر از چنگاهی به عنوان کارشناس روانشناسی رادیو به زبان بلوچی در همکاری کنم. چندین مجله مثلا مقاله اون داد، دوست کتاب اون تعلیف کرده. بو نام کتابان فرما بگوی؟ اصلا خدمت شما یک کتاب در حال تعلیف الان در حالا 2 کتاب در حال تعلیفن که یکم احتمالاً در مورد همین برنامه شما باید بگی، یعنی تاریخ به طور کلی فراوان و یک قسمت مقدار نوشته میبرم. یک کتاب در تعریف به نام روش های تحقیق در تعلیم و تربیت، دور تحقیق باید بکنیم چون در حال تعلیف. 2 کتاب تعلیف کرده، یکی روش های تغییر رفتار چاپ بوده یک چاپ کتاب؟ بوده، ولی خیلی وقت چاپ بوده. یک کتاب چاپ بوده به نام روش های مثلا تغییر رفتار. البته هر 2 کتاب بیشتر مر کتاب دانشگاهیه، در حالت عادی معمولی شاید خیلی زیاد چیزی. تغییر رفتار اون چاپ کرده خیلی سال قبل، حدوداً فکر کنم تجدید چاپ بوده. یک کتاب هم چاپ کرده به عنوان مقدمات روانشناسی، بعد مجدد ویرایش جدید که به عنوان روانشناسی پیش تقریبا، یا به عنوان کلیات روانشناسی. یه کتاب میگه کتاب دانشگاهی. استاد کتابی که درباره سلمان نوشته او کم فرما توضیح بدی؟ البته در حال نوشتنم، منتها یک خلاصه یا روشن که فکر کنم در مورد سال دوم شما باید بدید.